السلام علیکم برادرای اهل اسلام. دیدم با مدت 49 روز مشاوکی 42 روز شد پگه 50 روز مشاوکی دیدم خیلی اوحال داریم تا هنگام تولد قائلمان دوبار остановка сердца شد. اونا دعا کنه در حق ما که محتاج دعاییم نه برادرای اهل اسلام. من خودم شوهر یمی زنک بچه‌مون الحمدلله 100% سازه در دام مالوتکا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات برادرای اهل اسلام. اکو مجبور شدیم هم ویدیو کردیم مدت 50 روز میشه که عائله ما در هنگام تولد کردن دوباره остановка сердца شد. تا حال کاملا قرار دارد نمورده دیده راستش دیگه یگان راهنما همه چیز داشتیم فروختیم چی وی بود возможности کردیم. نم یک هفته پیش آخران داروهاشا 50,000 ده خریدیم. ای زلطای کرونا قرض گرفتیم با بچه ها یاردم کردن سوختی 50,000 خریدیم دادیم. انا که با اولش با وزبین شدسته شرایط ما قین شده. هر کسی امکانیت داشته باشه یاردم کنه، هر کسی نمیتونه دعا کنه، محتاج دعاییم. ای برادرای اهل اسلام دیگه نمیدونم چگونه راستش نه تیاری دیدیم نه یگان چی گفتن در کره همین روز قروز میگفتن نامده بودیم با همین خلاصه که مجبور شدیم. الله مهربان بخشمونه. های در حق ما دعا کنیم برادرها که محتاجی دعاییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.